امروز پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف با سفری رسمی به تاجیکستان تشریف آوردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه مهمان عالی مقام را اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان گرم و صمیمی استقبال گرفتند. استقبال گرم و صمیمی پرزیدنت جمهوری ازبکستان از فرودگاه بین المللی تا بستانسرای حکومت جمهوری تاجیکستان از طرف ساکنان مهمان نواز پایتخت در خیابان‌های مرکزی شهر دوشنبه که برای استقبال سبز و گلپوش و سیمای ایدانه داشت ادامه یافت. گزارش خبرنگاران ما. دهم ایون اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف را که با سفر رسمی به تاجیکستان تشریف آوردند گرم و صمیمی استقبال گرفتند. به خاطر پذیرایی سزاوار مهمان عالی مقام سرور دولت دوست و همسایه ازبکستان میدان فرودگاه بین المللی دوشنبه با عکس‌های سران دولت‌ها، شعارها و پرچم‌های دولتی تاجیکستان و ازبکستان ایدانه آراسته شد. همچنین شماره زیادی جوانان و نورسان کشور با گل و پرچم‌های دو کشور دوست و با شعارهای ترنمگر دوستی خلق‌ها مهمان عالی قدر را پذیرایی نمودند. ضمن ملاقات خاصی که بین سران دولت‌ها در فرودگاه صورت گرفت، سرور دولت محترم امومعلی رحمان پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف را به تاجیکستان صمیمانه خیر مقدم گفتند. اظهار باوری کرده شد که نتیجه های سفر رسمی برای تحکیم و توسعه همکاری، مناسبت های دوستی و رابطه های شریکی استراتژیک کشورها مساعدت خواهد کرد. استقبال گرم و صمیمی مهمان عالی مقام پرزیدنت جمهوری ازبکستان از فرودگاه بین المللی تا بستانسرای حکومتی جمهوری تاجیکستان از طرف ساکنان مهمان نواز پایتخت در خیابان‌های مرکزی شهر دوشنبه که برای استقبال سبز و گلپوش و سیمای ایدانه داشت ادامه یافت. باید گفت که مردم شرفمند تاجیک با عنعنه‌های نیک مهمان نوازی در عالم شهرت خاصه دارند. همین است که این نوبت نیز سرور کشور دوست و همسایه ازبکستان را با شعارها، پرچم‌های دو دولت با شکوه خاصه استقبال گرفتند. Это было все спровоцировано. Они же на нас.